من خیلی به این باور اعتقاد دارم که اگر که چیزی توی زندگی من به من کمک کرده و من تجربهش کردم و یک نوری بوده برای من اگر اون رو بیان کنم و به یک نفر دیگه این پیام رو برسونم، میتونه برای دیگری هم نور باشه. در واقع میتونم بگم اگر من از یک نقطه تاریکی از زندگیم اومدم بیرون و چیزهای مختلفی رو امتحان کردم و یکی از اون چیزها به من جواب داده، قطعا به یک نفر دیگه هم میتونه کمک کننده باشه و به یک نفر دیگه هم کمک کنه. دلیل گرفتن این ویدیو هم توی یوتیوب من همینه، به خاطر اینه که من خودم از تجربیات دیگران یاد گرفتم و الان به این رشدی که تا الان دارم رسیدم همه رو از دیگران یاد گرفتم. پس منم شاید بتونم یه نوری باشم برای دیگری و دلیلش همینه که این ویدیوها رو دارم میگیرم. سلام، من هانیم با هجیمی و توی این ویدیو میخوام در مورد تراپی و تاثیراتی که توی زندگی من داشته صحبت کنم. اول از همه بگم که چیزایی که دارم میگم تجربه شخصی منه و من واقعا تجربهش کردم و به من کمک کرده که دارم این ویدیو رو میگیرم و امیدوارم اون کسی که بهش نیاز داره این ویدیو رو ببینه و بتونه بهش کمک کنه. اوکی، بریم سراغ ویدیو. این که اصلا چی شد که من رفتم سراغ تراپی؟ من یک جایی از زندگیم، البته خیلی جاهای از زندگی من گیر کرده بودم و این گیر کردن و هی دنبال جواب رفتن باعث شد که حالا رشد کنم و تغییر ایجاد کنم توی زندگیم و توی شخصیتم. ولی یه جایی از زندگیم دیگه دیدم که هیچ چیزی به من کمک نمیکنه. نه درد و دل کردن با دوستام، نه کتاب خوندن، نه حالا کارهای درونی کردنه. احساس میکردم که اینا کافی نیستی و یه جایی گم شده بودم، گیر کرده بودم و نمیدونستم دیگه باید چی کار کنم و فکر میکردم خب پس من اگر نمیدونم دارم با زندگیم چی کار میکنم و گم شدم و حالم خوب نیست، پس افسردم. پس شروع کردم دنبال روانپزشکی گشتن. یه روانپزشک پیدا کردم، یه مدت رفتم پیشش. اصلا نپرسید که خب اوکی، یعنی خیلی حرف نزدم، فقط پرسید مشکلت چیه. گفتم که آره مثلا بیخوابی دارم، خیلی فکر زیاد میکنم، نمیدونم تغذیه‌ام به هم ریخته، نمیتونم درست غذا بخورم و اینا. همین یه سری قرص برای من نوشت، من اینا رو حدود 1 ماه خوردم و اون مدتی که اون قرصا رو میخوردم هیچ حسی نداشتم، نه دیگه خوشحال میشدم نه ناراحت میشدم، خنثی بودم و خب به من جواب نداد. و یه دوستی من دارم، یعنی در واقع که اون دوست من روانشناسی میخونه و اون خودش خیلی روانپزشکای مختلفی رو، روانکاوهای مختلفی رو امتحان کرده بود. در واقع من اصلا نمیدونستم که حالا بین روانپزشک و روانکاو و روانشناس و مشاور و کوچ و اینا همشون فرق داره. فکر می‌کردم همشون یه کار انجام میدن. خلاصه با دوستم صحبت کردم و اون دوستم به خاطر اینکه خودش رشتهش این بود و روانپزشک و روانکاوهای مختلفی رو امتحان کرده بود، یک روانکاوی رو به من معرفی کرد و من به خاطر اینکه دوستم بود و اون دوستم توی همین رشته درس خونده بود، داشت درس میخوند و خودش هم خیلی آدمای متفاوتی رو و روانکاوهای متفاوتی رو رفته بود دیگه، این از خوش شانسی من بود که تونستم یه روانکاو خوب پیدا کنم. و این رو هم بگم من زمانی رفتم سراغ روانکاو که میتونم بگم توی تاریک ترین نقطه زندگیم بودم. میگم من گم شده بودم، احساس میکردم آدم افسرده ایم، نمیدونستم باید چی کار کنم و انگار نیاز داشتم به یکی که یه چراغی روشن کنه، به من یه چیزی بگه مشکل من چیه. مثل وقتی که تو درد بدن داری و یک جایی از بدنت درد میکنه و میری پیش دکتر که دکتر بگه آقا دلیلش اینه، این کارو باید بکنی و خلاصه این. و نمیخواستم هم قرص بخورم، میدونی، چون اون قرص رو که خوردم دیدم که منو خنثی کرده، یعنی دیگه نه من ناراحت میشم نه خوشحال میشم. من نمیخواستم، من خواستم ببینم مشکل چیه، چرا حالم خوب نیست. خلاصه این چیزی که دارم میگم مال قبل از مهاجرتمه. من الان تقریبا 3 سال مهاجرت کردم، 1.5 سال قبلش میشه گفت 4 سال پیش من شروع کردم دوره درمانم رو شروع کردن
و اصلا هم نمیدونستم میخوام چی کار کنم، اصلا هم نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته و رفتم سر جلسه مشاور روانکاو و میتونم بگم تو جلسه های سوم چهارم من هنوز نمیدونستم که آیا کار خوبیه کار بدیه، فقط کاریه که اصلا به دردم میخوره یا نه. فقط اعتماد کرده بودم به اون صدایی که درون من بود و به من میگفت که ادامه بده، این جلسات رو ادامه بده. و من هم مثل خیلی از آدم های دیگه فکر میکردم فقط کسی که مشکل داره یا نمیدونم دیگه خیلی افسرده است باید بره پیش دکتر، میگم باید بره پیش روانکاو و من هم فکر میکردم آدم افسرده‌ای هستم. ولی طی جلساتی که گذشت و صحبتایی که کردم من با روانکاوم و حرفایی که زدم، خیلی چیزها برای من روشن شد، خیلی چیزها برای من، خیلی رفتارها، خیلی الگوهای تکرار شونده‌ای که داشتم برای من واضح شد و فهمیدم او پس اگر اونجوری بوده رابطه من با اون طرف اینجوری بوده یا اون طرف اینجوری با من رفتار کرده، به خاطر این بوده که من الگوی تکرار شونده اینجوری داشتم. یا اگر که مثلا یه حرفی یه نفر زده و نمیدونم یک هفته ذهن منو درگیر کرده، به خاطر اینه که شاید من ترس از قضاوت دارم. اگر که مثلا من یک جمله یکسان رو از آدم‌های متفاوت میشنوم و خودم فکر میکنم اونجوری نیستم، شاید واقعا هستم باید تغییر تو خودم ایجاد کنم. و میگم تراپی باعث میشه که یک نفر بشینه بدون قضاوت به حرفای تو گوش بده، نوت برداری کنه و از دل اون حرفایی که تو داری میزنی، حرفایی که خیلی وقت از ناخودآگاهت در میاد، یک سری الگوها رو بکشه بیرون، یک سری اشتباهات، یک سری حالا نمیشه گفت اشتباهات، چرا دیگه، حالا اشتباهات، یک سری الگوهایی رو بکشه بیرون که تو هی داری تکرارش میکنی و خودت حواست بهش نیست. بهت یاد میده که چه چیزهایی برای تو ضرر داره، یاد میگیری که توی اون جلسات چه جاهایی برای خودت مرز تعیین کنی، به هر چیزی بله نگی، حرفت رو یک جایی باید بزنی، اون حرف رو بزنی و خودت رو بیشتر میشناسی. در واقع توی جلسات تراپی کاری بود که تراپی برای من انجام داد. یه اتفاقی که افتاد این بود که خب من خیلی چیزا رو نمیگفتم به تراپیستم و خودسانسوری میکردم و تراپیست خوب میفهمه که کجاها تو رو گیر بندازه، کجاها تو رو متوقفت کنه که برگردی اون حرفی که میخواستی بزنی و نزدی رو بزنیش و در واقع اون حرفی که میترسی بزنی رو توی جلسه تراپیست متوجه میشه از حالت چهرت، از حالت دستات، از حالت بدنت، از اون حسی که اون لحظه داری. میتونه یه تراپیست خوب اینها رو میتونه تشخیص بده و باعث میشه که تو اون حرفایی که اون ترسایی که داری رو باهاشون مواجه بشی. جلسه تراپی هم همیشه اینجوری نیست که تو با حال خوب بیای بیرون، حالت خوب باشه و بیای بیرون همیشه همه چی مثبت باشه. نه، خیلی وقتا میای بیرون از یه جلسه تراپی و یک هفته فقط گیجی گمی. چرا؟ چون که حرفهایی رو اونجا زدی و بعدش سوالهایی شاید از تو پرسیده بشه که به خاطر اینکه جواب اون سوالا رو پیدا کنی تو باید بری توی ذهنت، بری توی گذشتت و دنبال اون جوابا بگردی. و وقتی که دنبال اون جوابا میگردی و به جواب میرسی و حالا جلسه بعدی در موردش صحبت میکنی، یک لحظه اصلا شوک میشی. حرفایی که میزنید سر جلسه تراپی و حرفایی به تو زده میشه که واقعا خیلی وقتا برای تو باور کردنش سخته و نمیتونی بپذیری که اوکی این چیزی که الان داری میشنوی خود واقعی توه، یا اوکی این چیزی که داری میشنوی اون الگوی رفتاریه که تو توی خانواده که بزرگ شدی داری تکرارش میکنی و شاید توی خودآگاهت از اون الگوی رفتاری بدت میاد یا از اون رفتار خوشت نمیاد، ولی خودت داری انجامش میدی و آگاه نیستی به اون. و طی جلسات تراپیست به تو میگه که خب این رفتاره رو داری انجام میدی و این برای تو ضرر داره، بده. و اون موقع است که یه چیزی روشن میشه توی ذهن تو که اوکی راست میگه.
و من میگم فکر میکردم یه آدم افسردم ولی طی جلساتی که گذشت یک روزی تراپیستم به من در اومد، به من گفت که تو آدم افسرده ای نیستی، آدم افسرده رفتاری که تو داره رو نداره، تو فقط یه آدم خشمگینی هستی. و طی جلسات مداوم و حدود 1.5 سال 2 سال که گذشت، من تونستم با ترسام مواجهه بشم، تونستم جایی که نمیتونستم قبلا حرف بزنم حرفمو بزنم، نترسم از عواقبش و خودم بهتر بشناسم. و حالا من تراپیستم رو عوض کردم به خاطر اینکه من وقتی که مهاجرت کردم تراپیست قبلیم براش ممکن نبود که جلسات آنلاین رو با هم دیگه منظم ادامه بدیم. به خاطر همین من دوباره از اون دوستم درخواست کردم و یه تراپیست خوب به من معرفی کرد. و این رو هم بگم که تراپی رفتن و تراپیست داشتن اینجوری نیست که تو مثلا فکر کنی حتما باید یک مشکل بزرگی داشته باشی یا اصلا مشکل داشته باشی. خیلی جاهاست تو میخوای خودتو بهتر بشناسی و نیازه که یک نفر که علمش رو داره و تجربهش رو داره یک سری چیزها رو به تو یادآوری کنه، یک سری گره ها رو برای تو باز کنه. پس من پیشنهادم به کسی که فکر میکنه الان گم شده یا فکر میکنه یک جایی نیاز به یک کمک یک آدم حرفه‌ای داره، پیشنهادم اینه که حتما تراپی رو برای یک جلسه هم که شده امتحان کنه و این فرصت رو به خودش بده که حتما این کار رو بکنه. بعد روان درمانی یه گفتگوی ساده نیست. حین اینکه تو داری حرف میزنی اون تراپیست گفتم با توجه به لحنت، با توجه به چیزهایی که از قبل گفتی، با توجه به بدنت، حرکات بدنیت متوجه میشه که گره های تو کجاست. و تو وقتی که ذهنت یه همچین جوریه، یه گوله بزرگ گره کوریه در واقع، با سوالهایی که میپرسه و با اون جایی که تو رو استاپت میکنه، متوقفت میکنه، میتونه اون نخ‌ها رو بکشه بیرون و یک سری از اون نخ‌ها رو بریزه چون که برای تو ضرر داره، یک سری نخ‌ها رو به تو نشون بده، بگه اوکی این نخ رو تو داری و به خاطر اینکه گیر کرده توی اون حباب ذهنت تو داری یه همچین احساساتی رو باهاش مواجه میشی. حالا بیا روی این نخ کار کنیم، بیا ببینیم آیا میتونیم از این نخ یه لباس درست حسابی در بیاریم برای تو. و در واقع تو باید توی جلسات تراپی به تراپیستت اعتماد کنی و بی پرده حرف بزنی و به این آگاه باشی که اون تراپیست قرار نیست تو رو قضاوتت کنه، قرار نیست به تو برچسب بزنه. اونجاست که تو رو با یک سری از اونجاست شبیه یک آینه برای تو و فقط گوش میده و طبق گفته های خودت میاد و الگوهات رو در میاره و تو رو با ترسات تو رو با ترسات رو برو میکنه، تو رو با احساساتی که ازش فرار میکردی رو برو میکنه و خودتو بیشتر میشناسی در واقع توی جلسات تراپی. و میگم من قبل از اینکه برم تراپی فکر میکردم یک آدم افسرده ایم، فکر میکردم که دیگه امیدی به زندگی ندارم، این دنیا دیگه فایده ای نداره، انگار گم شدم، ولی بیشتر احساس میکردم آدم افسرده ایم. و طی جلساتی که گذشت من متوجه شدم من فقط یک آدم خشمگینی هستم و خشم به شدت زیادی دارم و من هنوز هم توی مسیرم، هنوز هم بعضی وقتا که میرم سر جلسه با تراپیستم که صحبت میکنم میگم که این هفته خیلی خوب بود، هیچ اتفاقی نیفتاد، همه چی عالی بود و بعد خب هی سوال میکنه خب چیکار کردی، خب چی شد، خب اونجا چی شد، خب برام تعریف کن. و بعد از جلسه که تموم میشه من 3 ساعت گریه کردم توی جلسه و همون که فکر میکردم خیلی همه چی خوب بوده و هیچ چالش نبوده مثلا برام و همه چی رو نقطه اوجش بوده، توی جلسه حرفایی میزنم که میرسیم به موقعی که مثلا من 7 سالم 8 سالم بوده و یه چیزی منو اذیت کرده، ناراحت کرده و اون گره هنوز توی من مونده و من هیچ وقت نرفتم سراغش و الان توی یک رابطه یه حالا دوستی یا یک رابطه عاشقانه یا هر چیزی، یه تلفن ساده با دوستی کسی اون میزنه بالا و وقتی که سر جلسه تراپی در موردش صحبت میکنیم با هم دیگه میفهمیم اوکی پس این دلیلش این که دلیل این که اگه من مثلا از این حرف ناراحت شدم، دلیل این که یه حرفی مثلا یه لحظه اینجوری شدم و
موندم که آقا چرا مثلا این حرف اینقدر منو ناراحتم کرده، برمیگشته به دوران کودکی من. و من هنوز دارم یاد میگیرم، هنوز توی مسیرم و میتونم بگم یکی از بهترین کاری که در حق خودم کردم به غیر از مدیتیشن، جدایی از مدیتیشن، تراپی رفتن بود و هنوزم دارم یاد میگیرم، هنوزم توی مسیرم و خیلی خوشحالم که این کارو کردم. اگر تو هم یک مدتی هست که داری به این فکر میکنی که آیا بری، آیا نری، آیا اصلا به دردت میخوره یا نه، شاید این ویدیو یه نشونه‌ای بود برای اینکه به تو بگه که یه بارم که شده امتحانش کن و این فرصت رو به خودت بده. و همین. و این رو هم بگم که در نهایت ما تمام این کارها رو میکنیم که خودمون رو بهتر بشناسیم، خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم، برای خودمون مرزبندی کنیم، به هر چیزی بله نگیم، با خودمون مهربون تر باشیم، کمتر خودمون رو قضاوت کنیم و هزار یک چیز خوب دیگه برای خودمون رقم بزنیم و در نهایت یک آدم سالم تری باشیم. اول خودمون که بتونیم جامعه سالم تری داشته باشیم. وقتی که تو خودت برای خودت ارزش قائل باشی و مرزبندی کنی و برای سلامت روح و روانت ارزش قائل بشی و وقت بگذاری، قطعا هم توی انتخاب آدم‌های دور و برت دقت بیشتری میکنی و به اون آرامشه میرسی. و این رو هم بگم که اگر که میخواین که واقعا جلسات تراپیتون بهتون جواب بده، باید بیشترین تأثیر و بیشترین همکاری رو شما باید انجام بدید. یعنی توی جلسات تراپی از شما پرسیده میشه که الان چه حسی توی بدنت داری. من خودم تا 3-4 جلسه میگفتم هیچ حسی ندارم و چهره من همیشه اینجوری بود، هیچ حسی ندارم، هیچ. در صورتی که داشتم از غم انگیزترین لحظات زندگیم، از دردآورترین لحظات زندگیم حرف میزدم، ولی نه گریه میکردم، نه ریاکشنی تو بدنم مشخص بود. چرا؟ چون که برای مدت‌ها خودم رو قانع کرده بودم که خب یه اتفاق افتاده ولش کن. گذاشته بودمش اون پشت مشتا، توی درون خودم یه درپوشم روش گذاشته بودم و وقتایی که میزده بالا و من نمیدونستم چمه، این همون بوده. و تا وقتی که نشونش نمیدادم، در موردش حرف نمیزدم، در موردش نمینوشتم، احساساتم رو بیان نمیکردم در موردش، توی بدنم حسش نمیکردم، اون درد رو نمیتونستم بفهمم مشکل کجاست. پس تراپی این کار رو کرد با من. تراپی اومد و دستش رو برد توی اون نقطه تاریکی که من در گذاشته بودم روش و از بیان کردنش میترسیدم. و اینکه من تونستم از اون بحران‌ها و دوران‌های تاریک عبور کنم، دقیقاً کاری بود که تراپی با من کرد. و همین. این ویدیو رو لایک کنید. اگر که شما هم تجربه تراپی دارید برای من بنویسید توی کامنت ها، حتما جوابتون رو میدم. حتما دوست دارم که بشنوم، حتما دوست دارم که ازتون یاد بگیرم. و اگر سوالی بود که در مورد تراپی خواستین بپرسین، توی کامنت ها ازم بپرسین. با حمایت کردن از ویدیوی من، لایک و سابسکرایب کردن و شیر کردن باعث میشه که من انرژی بیشتری بگیرم و ویدیوهای بیشتری تولید کنم ویدیوهای بیشتری بگیرم. و همین، امیدوارم که همیشه که نمیشه، امیدوارم که بیشتر مواقع زندگیتون بخندید و خودتون رو دوست داشته باشین و آرامش داشته باشین.